شما باش کپی میکردی درسته؟ بله. اینو از کجا تهیه کرده بودی؟ این از همون آقایی که اسکیمر گرفتیم خودش کار گذاشت داخل دستگاه. اومد پیش شما اینو کار گذاشت؟ نه، دستگاه رو گرفت، اینم خریدیم برد خودش داخلش گذاشت. خب شما چطوری با این هم کپی میکردی هم کارت میکشیدی؟ این با این کارت نمیکشیدی، با این فقط کپی میکردی. خب یعنی شما 2 تا دستگاه داشتی؟ آره، یه دونه رو میکشیدی میگفتی جواب نداد قطع شده میرفتی سراغ دیگه، چی میگفتی؟ میکشیدیم توی این میگفتیم نکشید کارتخانمون خرابه. بعد یا پول نقد میدادن یا مثلا اگه دستگاه دیگه یه موقع بغل دستمون اگه کسی بود میدادیم اون بکشه، اگه نبودم که پول نقد میدادن کلا. ولی اطلاع داخل این یا واسه هم کارت به کارت میکرد. اطلاع داخل این. بله. چطوری اقدام میکردی؟ دستگاه دستم بود کارت. یه کارت. چطوری اقدام میکردی؟ کارتو میداد بهم، میکشیدم اطلاعاتش میومد داخل گوشیم. اینجوری میکشیدم میومد داخل. اینم گوشید. چطوری میومد؟ این وصل بود، نرم افزارش توی اینجا نصب بود. نرم افزارش روی این نصب بود، با بلوتوث وصل میشد. وقتی اینو میکشیدم این تو جیبم بود. دیگه میکشیدم یه دونه میومد داخل اون، بعد اینکه اون مشتری میرفت در میآوردم ذخیره‌اش میکردم اطلاعاتو مینوشتم مشخصاتشو داخل. اطلاعاتو ذخیره میکردی. من این کارتو میدم به شما. شما به عنوان خرید قبل از اینکه تو اون دستگاه پوز بکشید اول اینجا میکشید، درسته؟ بله. برای اینکه این اتفاق نیفته اولین چیزی که شما پیشنهاد میدید چیه؟ کارت رو دسته ندید. اصلا کارت نباید دسته کرد. وقتی متوجه شدیم که اینو کشیدیه، بله. خب اون وقت باید چی کار بکنیم؟ متوجه شدی که کشیده و من متوجه شدم این دستگاه اونجاست، شک کردم، چه کار بکنم؟ اینو یه توضیح به من بده. سریع برید رمزش عوض کن. رمزو تغییر بدیم شما نمیتونی کاری انجام بدی؟ نه. متوجه نمیشی رمز تغییر کرده یا نکرده؟ من تا زمانی که نخوام مصرفش کنم نه. خب مرحله بعدو توضیح بده. بعد اطلاعات که کپی میشه بعد یه کارت دیگه بیاری که هیچ اطلاعاتی روش نیست، دوباره همون کارت رو میکشیم اطلاعات کارت قبلی میره توش. به همین راحتی؟ به همین راحتی. این کارت های خام رو از کجا تهیه میکردی؟ این کارت های خام این کسایی که دستگاه پوز میفروشن توی دیوار. برای چه منظوری؟ سوال نمیکردن؟ سوال اکثرا نه، اصلا سوال نمیکردن.